کلی انگیزه داشتم حیف شد حالام بالام ولی رو سیف مود. این همه راه برو به امید فردایی که یهو میبینی غیب شد. عجی مجی لا فرجی یه عده فعالن ما فلجیم تو این وضعیت واقعا عجیب. باز کلی دم و با قلم چید. این بحثو نمیشه تعبیرش کرد، میگن آینده رفته از این کشور. خوب واسه جماعت گنجشک روزی آینده یعنی همین امشب. ولی جیک نزن درخواست نکن دیگه هیچ رقم پرواز نکن. ساکت هیس نخند آواز نخون دیگه واسه هیچ نفر راه باز نکن. منظور اینه که به زور خواب باشی باز یادت بره که یه روز بال داشتی دست بسته جلو قلدر مملکت گل و قلقل. هر کی رسید پاپوش برید، هر کی تونست از این چارگوش گریخت. حرفاتو نمیتونی باز گوش کنی پس مجبوری بشینی که باز گوش کنی. لا جوونا صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و محاسن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت. اونا که شبا تو ضیافتن از اون سر دنیا میگه بیوا وطن با چند تا کلمه پی نیابتن.